سلام، من باران هستم از کانال فال باران. اگر تا الان عضو کانال نشدید همین الان دکمه زنگوله رو بزنید، سابسکرایب کنید. مدیتیشن یک تمرین ذهنی برای گسترش آگاهی معنویه. ما از مدیتیشن به عنوان روشی برای جذب معشوق یا مدیتیشن جذب همسر دلخواه استفاده می‌کنیم. آیا ما میتونیم به صورت آگاهانه اون چیزی رو که میخوایم خلق کنیم؟ بله، شما میتونید زندگی رو که میخواید برای خودتون بسازید. عشق، ثروت یا هر چیزی رو که دوست دارید در زندگی داشته باشید. تمرین مدیتیشن جذب عشق. در حالت مناسب مدیتیشن بنشینید. حالت 4 زانو در جایی راحت و مناسب روی زمین. در جایی آرام و بی سر و صدا باشید یا در دل طبیعت و به دور از کسی تمرین مدیتیشن را انجام دهید. چشمانتان را ببندید، نفس عمیق بکشید و بر روی دم و بازدم تمرکز کنید. پشتتون، ستون فقراتتون رو کامل صاف کنید. برای شروع مدیتیشن ازتون میخوام کف دست هاتون رو به سمت بالا قرار بدید، در حالی که کف دست ها باز باشه و بتونید با انرژی های اطرافتون در ارتباط باشید. برای کائنات خیلی مهمه بدون شما آماده دریافت چیزی که از اون میخواید هستید. از احساسات خودتون آگاه باشید. به هر گونه صدا یا مزاحمتی که اطرافتون میشنوید توجه کنید، اما سعی نکنید ذهنتون رو درگیر اون کنید. سعی کن در فضای داخل بدنت مستمر باشی و الان ازت میخوام تمرکز اصلی رو روی دم و بازدم هات بذاری. چیزی که تا آخر این مدیتیشن قراره روی اون متمرکز باشی. دم چند ثانیه نگه دار. بازدم و با یک بازدم عمیق و آهسته از راه دهان خارج کن. دم، بازدم. امروز با دم و بازدم ها میخوای از کل بدنت آگاه بشی. دم، بازدم. دم، بازدم. تمرکز رو از پاها آغاز می‌کنی. انرژی رو از انگشتان پا شروع کن. روی پاها به سمت ساق پا بیا. انرژی به سمت رانها، استخوان لگن، باسن به سمت بالاتر در ناحیه شکم. طی انجام این پروسه و حالت سوزن رو احساس کن با هر دم و بازدم که میکشی. ببین که انرژی در همه جای بدنت در جریانه. انرژی از ناحیه شکمت عبور میکنه، به قلبت میرسه
میره بالاتر. استخوان ترقوه وارد دستهات میشه، انگشتان دستت، ساعدها، بازوها. حالا ببین که انرژی بالا و بالاتر میاد و کل ناحیه گردنت رو تحت پوشش خودش قرار میده. با هر دم و بازدم که میکشی چرخه انرژی رو بین چاکراهای بدنت عبور میدی. اجازه بده بدنت خودش آروم به ضمیر ناخودآگاه دسترسی پیدا کنه. فقط ناظر دم و بازدم هات باش. دم، آگاه باش به دم و بازدم ها که چطور انرژی و ارتباط تو رو با کائنات مرتبط نگه میداره. احساس کن که چطور این دم و بازدم ها به تو کمک میکنه تمامی نیات و خواسته های خودت رو به مرسه حضور برسونه و به واقعیت تبدیلشون کنه. تنفس های تو وسیله رسیدن به خواسته های توست. امروز توی این مدیتیشن قراره که شریک احساسی رو که ادامه زندگیت رو میخوای در کنارش باشی به زندگیت دعوت کنی. با این مدیتیشن تمام خواسته هات رو میتونی به واقعیت تبدیل کنی. روند دم و بازدم هات رو حفظ کن و به اونها اعتماد داشته باش. دم، بازدم، دم، بازدم. الان سعی کن بدنت رو احساس کنی. گرمایی رو که به واسطه انرژی به جای حساس بدنت و تک تک سلول هات هدایت کردی. احساس کن دم و بازدم الان دیگه زمانش رسیده قصدت رو برای این مدیتیشن انتخاب کنی. آیا به دنبال عشق هستی؟ احساسات عاشقانه، همراهی طولانی مدت. دوست داری جایگاه خاصی رو تو این رابطه با اون پیدا کنی. ازت میخوام تا جایی که میتونی در مورد خواسته و نیتی که در انجام این مدیتیشن داری روشن و رو راست باشه. این رو بدون که کائنات به نیت‌های واضح ما پاسخ میده. پس اگر دنبال رابطه با شخصی دیگه هستی یا دلت میخواد یه شریک احساسی توی زندگی داشته باشی که باقی عمرت رو از تنهایی خارج کنی، باید رابطت رو درست دقیق برای کائنات تعریف کنی. با جزئیات خواسته هات رو بیان کن. میل و خواسته درونیت رو که توی اعماق وجودت هست با کائنات به اشتراک بذار. حالا ازت میخوام توی دم بعدی تکرار کنی من سزاوار این ارتباط هستم و توی بازدم مجدد با خودت تکرار کنی
من آماده هستم که این ارتباط رو وارد زندگی خودم کنم. من آماده هستم که این ارتباط رو وارد زندگیم کنم. من آماده هستم تا خواسته هایم را تجربه کنم. به وضوح میتونم اون چیزی رو که میخوام توی زندگیم مشاهده و تجربه کنم. میدونم که به سمت من میاد. الان من کاملا آگاهانه به انرژی قدرتمند جهان وصل شدم. اگر به دنبال چیزی هستیم، مطمئن باش که کائنات اون رو برای تو خلق میکنه و آرزوت رو در دسترس قرار میده. فقط باید آگاه باشی که خواسته هات رو جز به جز در اختیار کائنات قرار بدی. هر امکانات و خواسته‌ای که بتونی در ذهنت تصور کنی در جهان هستی وجود داره. این کلام مولانا رو به یاد بیار که بهت میگه هر چیزی رو که میخوای در جستجوی توست. حالا ازت میخوام برای لحظه‌ای سکوت کنی و برای این امکانات که کائنات در اختیار تو قرار داده شکرگزار باشی. در حین سپاسگزاری تنفس کن و به دم و بازدم ها توجه داشته باش. ازت میخوام توی قدردانی از کائنات زیاده روی کنی. پارتنر احساسیت رو تجسم کن که دوست داری با تو چطور برخورد کنه. چه لحظه های عاشقانه‌ای رو با هم تجربه کنید. با هر دمی که وارد بدنت میکنی شکرگزاری کن. تو در حال تبدیل شدن به ارتعاش مثبت هستی که کائنات برای تو قرار داده و تو رو وارد میدان انرژی میکنه تا بتونی تمام خواسته هات رو به واقعیت تبدیل کنی. تو این لحظه است که میتونی توی آینده نزدیک به خواسته هات برسی. دقت کن که این کار رو از روی ناامیدی و انرژی منفی انجام ندی. کائنات به هیچ وجه از انرژی منفی جواب نخواهند داد. ازت میخوام با ناراحتی و تمنا از کائنات خواسته هات رو طلب نکنی. باید احساس قدردانی داشته باشی. باید چیزی رو که میخوای در دسترس خودت ببینی. یادت باشه کائنات فقط چیزهایی رو وارد ذهنت میکنه که تو میتونی اونها رو داشته باشی. پس شکرگزاری و مثبت اندیشی با احساس شادی به جذب خواسته هات کن. تجسم کن با هر دم و بازدم که انجام میدی شخص مورد نظرت رو تجسم کن که چقدر دوستش داری
و چه رابطه صمیمی بینتون هست. دوست داری از چه لباسهایی استفاده کنه؟ چه شغلی داشته باشه؟ چطور ازت حمایت کنه؟ با هر دم و بازدم که میکشی اون شخص رو در ذهنت تجسم کن و احساس کن که توی زندگی تو حضور داره و در کنار توست و برای دقایقی سکوت میکنم و ازت میخوام روی دم و بازدمهات متمرکز باشی. کسی رو که میخوای توی ذهنت تجسم کنی به کائنات معرفی کن.